سلام، وقتتون بخیر باشه. ایمان سلطانپور هستم و خیلی خوش اومدین به کانال فوتبالیایی. گریزی بزنیم به اتفاقات و رخدادهای فوتبالی. همیشه از کوپا آمریکا و نقل و انتقالات گفتیم، یه بارم بذارید از کوپا آمریکا شروع بکنیم که رقابتاش از 1 تیر برگزار شده، همینجوری هم داره جلو میره، مسابقاتش جذابه. یعنی من تورنمنت یورو رو بیشتر از کوپا آمریکا دوست دارم، ولی تو مرحله نیمه نهایی به بعد انصافاً بازی‌های کوپا آمریکا جذاب‌تر از مسابقات یورو میشه. دور نشیم از بحثمون. دیشب کلمبیا موفق شد که پاراگوئه رو 2-1 شکست بده. کاری ندارم که کی گلاشو زد و اینا، من هایلایت‌های بازی رو نشستم دیدم، چون بازی خیلی بد موقع به وقت ما برگزار میشه. هایلایت‌هایی که داشتم نگاه می‌کردم، چقدر خامس رودریگز خوب بازی میکنه. یعنی در آستانه 33 سالگی خامس، درخششش تو جام جهانی 2014، اون گل آکروباتیکش و والیش رو قطعا خاطرمون هست و یادمون نرفته. و میخوام بگم که چقدر نقش ستاره ها تو تیماشون مهمه. جولان میداد اون وسط زمین و توپ رباییاش، قطع توپاش فوق‌العاده است و میخوام بگم که نقش کلیدی خامس رودریگز رو از این به بعد اگه بازی کلمبیا رو نگاه کردین متوجهش باشید. و استاد تورنمنت های بزرگ دیگه خامس 2014 و همین کوپا. از کوپا دور نشیم و بگم که امشب ساعت 1:30 پرو در مقابل کانادا قرار میگیره و شیلی هم ساعت 4:30 در مقابل آرژانتین قرار میگیره. آرژانتین بازی قبلیش 2-0 موفق شد از صد کانادا بگذره و پرو شیلی هم بازیشون 0-0 شد. شیلی اگه بخواد صعود بکنه باید ببره و محکوم به برد شیلی. در مورد برزیل کاستاریکا هم بگم چقدر وینیسیوس دیشب بد بازی میکرد. حالا دیشب که میگم میشه بامداد امروز دیگه. نمره 6.5 رو گرفت وینیسیوس و اتفاقا تعویض هم کردش سرمربی برزیل. و نکته در مورد وینیسیوس اینه که نمره 6.5 رو بهش دادن. میدونیم که رقابت داره با جود بلینگام بر سر کسب توپ طلا و اگه بخواد اینجوری ادامه بده تو تورنمنت بسیار مهمی به نام کوپا آمریکا، شاید توپ طلا رو اگر اونورم جود بلینگام به همراه انگلیس تا نیمه نهایی بیاد به جود بلینگام بدن. جفتشون تو رئال بودن، جفتشون UCL رو بردن که میدونیم چقدر مهمه و اگه بخوان اینجوری ادامه بده وینیسیوس شاید نتونه توپ طلا رو به دست بیاره. اتفاقا نیمار هم یه مصاحبه‌ای کرده بود. نیمار هم جالبه بهتون بگم برزیل کاستاریکا رو دیشب داشت نگاه میکرد. این به وجد در اومدن نیمار رو ببینید دیگه چی کار میکنه رو سکوها که حالا دیدینی. مصاحبه‌ای کرده و گفته که زشترین همتیمی من وینیسیوس بوده. میگه ولی انصافا بامزه است. حالا زشترین این معنای زشت اونا فرق میکنه با معنی ماها، ولی خب کلا میخواد بگه که رودریگو آینده برزیل رو تضمین میکنه. میگه تو وقتای کلیدی به درد تیم ما میخوره و میگه من بین وینیسیوس و رودریگو رو ترجیح میدم. کی اینا رو داره میگه؟ نیمار که حالا مصدومه و 2 ماه دیگه هم به میادین برمیگرده. از شهریور گفتن دیگه، آره تیر شهریور هم که میشه 2 ماه دیگه و برمیگرده. اما در مورد بازی‌های یورو صحبت کنیم که ایتالیا کرواسی رو بازیشون به تساوی 1-1 رسید. تو ویدیو امروز هم من در موردش صحبت کردم. نکته ویژه این مسابقه، حالا همیشه از عملکرد زاکانی، اون گل خوشگلش به سان، گل الکساندر دل پیرو به ینسلمن یاد کردیم، ولی خب کی پاس گل داد؟ کی تا اونجا جلو اومد و به زاکانی پاس داد؟ ریکاردو کالافیوری که تو بازی قبلی یادمونه دیگه گل به خودیش به اسپانیا باعث شد که شیرازه تیم لوچانو اسپالتی از هم بپاشه و این خیلی کمک میکنه دیگه. الان ریکاردو کالافیوری پیشنهاد داره از باشگاه یوونتوس، بازیکن بولونیا هم هست. تو نقل و انتقالات حسابی داغه در مورد ریکاردو کالافیوری صحبت میکنن. بولونیا هم حاضر نیست از اون مبلغی که پیشنهاد داده پایین بیاد. چرا؟ 40% این انتقال میرسه به بازل، تیم قبل از بولونیا آقای ریکاردو کالافیوری. خلاصه پاس گلش بی‌نظیر بود، دیدنی بود و محروم هم شد از بازی آینده دیگه. بازی آینده ایتالیا هم در مقابل سوئیس ایتالیا، بازی حذفی، به نظرم بازی جذابی از آب خواهد در اومد میگن دیگه. آره. بعد در مورد
کرواسی دور نشیم از بحث، یه مصاحبه کرده زلاتکو دالیچ و لوکا مودریچ. مصاحبه کردن میگه آقا معنیش چیه که شما 8 دقیقه وقت تلف شده رو منظور کردی؟ با دنی ماکلی داور مسابقه و واقعا هم راست میگه. من یه بار دیگه بازی رو رصد کردم، اونقدر وقت تلف نشد که 8 دقیقه رو آقای دنی ماکلی در نظر گرفته. یه جورای لوکا مودریچ میگه ما قربانی شدیم و حالا صحبتی که از خیلی کم رنگ شانس کرواسی اگر اون ور اسلوونی موفق بشه که با اختلاف زیاد ببازه از تیم ملی فوتبال انگلیس، شاید کرواسی شانس داشته باشه که به مرحله بعدی هم صعود بکنه. کرواسی حیف هم هستن دیگه، بروزوویچ، لوکا مودریچ، بودیمیر، چه میدونم پریسیچ، کوواچیچ و کلی بازیکن اون بر لیواکوویچ گلرشون که جام جهانی درخشید و هر چقدر زلاتکو دالیچ عمل کردش تو جام جهانی خوبه تو یورو گند میزنه. حالا این از اوضاع زلاتکو دالیچ که میدونیم رفیق صمیمی برانکو ایوانکوویچ هم هست. 2011 بود، داره 2011 بود که ناچو به تیم رئال مادرید بزرگسالش اومد. 20 چند میشه 2011 2020 13 ساله که در تیم رئال مادرید حضور داره. موفق شده 26 تا جام بگیره و در کنار لوکا مودریچ پر افتخارترین بازیکنای رئال مادرید هم محسوب میشن. مارسلو، کریم بنزما و دنی کارواخال هم 25 تا جام گرفتن با رئال مادرید و حالا کارواخال و لوکا مودریچ چانس اینو دارن که به پر افتخارترین بازیکن رئال مادرید هم تبدیل بشن. چرا؟ چون که ناچو رئال مادرید رو ترک کرد و به تیم القادسی عربستان پیوست و این از اوضاع ناچو. بازیکن خوش اخلاقی بود و هر جای زمینم کارلتو ازش میخواست که بازی بکنه نمیگفت اینه بازیکن حرفه‌ای. یا نکته‌ای که باید اشاره کنیم، بازی یورو هم بررسی بکنیم. این ویدیو رو بذارم واسهتون، فکر میکنم که بازی هلند اتریش و فرانسه لهستان تموم شده و حالا نتیجه رو سعی میکنم واسهتون بذارم این بالا. خب فرانسه که محکوم به برده باید ببره، اونورم لهستانی‌ها میخوان به 46 سال طلسم خودشون پایان بدن. تو هیچ تورنمنت بزرگی نتونستن فرانسوی‌ها رو شکست بدن لهستانی‌ها. حالا لواندوفسکی اعاده حیثیت میخواد بکنه دیگه در مقابل کیلیان امباپه و رفقاش. امباپه هم به بازی میرسه، یعنی الان که دارم میگم تو ترکیب قرار گرفته کیلیان امباپه. هلند و اتریش، هلندی‌ها هم رو سرشون گذاشتن آلمان‌ها. یعنی الان جو رو ببینید که کنار من الان علی میذاره واسهتون، رو سرشون گذاشتن، اصلا عجیب و غریبه و در مقابل اتریش هم قرار میگیرن. اما ساعت 22:30 انگلیس در مقابل اسلوونی قرار میگیره. آقای گرت ساوتگیت دیگه انتقادات ازش بی نهایت بالاست. هری کین امروز اومده بود این مصاحبه کرده بود، میگفت یعنی چی که شما اینقدر از ما انتقاد میکنید و اینقدر ما رو مجازات و گوشه رینگ قرار میدین؟ شما اگه پیشکسوت باشین، شما اگه بزرگ ما باشید، باید به ما اعتماد به نفس بدین که به مراحل بعدی صعود بکنیم. بعدش هم شما مگه چه دستاوردی به دست آوردین که از ما انتظار دارین؟ اینو هری کین به گری نویل، به ریو فردیناند، بازیکنایی که ازشون انتقاد میکنن داریم انجام میده و دانمارک هم در مقابل صربستان قرار میگیره. آقای سسک فابرگاس هم دوره حضورش در تیم بارسلونا و اسپانیا رو قطعا خاطرتون هست و یه مصاحبه کرده، میگفت که اون موقع ما بارسایی‌ها با رئالیا خیلی بد بودیم و یه روز جمع شدیم و میخواستیم تو تیم ملی فوتبال اسپانیا به این جنگ پایان بدیم. اونور ایکر کاسیاس اومد، اینور ژاوی اومد و خلاصه که دست آشتی دادن و به من و این فلان و اینا بحثم نیست. میگه از همونجا بوده که آقای خوزه مورینیو با ایکر کاسیاس سر لج افتاده و یادمونه دیگه ایکر کاسیاس رئال مادرید و اون اتفاقاتی که دیگو لوپزی که اومد و اتفاقات رئال مادرید هم از یادمون نمیره. این از اوضاع این ویدیو. امیدوارم که این ویدیو مورد پسندتون قرار گرفته باشه. کم و کاستی‌ها رو بر من ببخشید و هرچی میریم جلوتر بهتر و کاملتر میشیم. به لایک و سابسکرایب شما هم خیلی نیاز داریم. آره دمتون هم گرم، خیلی مخلصیم. ایمان سلطانپور، فعلا.